خوش اومدین به برنامه خودتون. امروز هم در خدمتتون هستیم با یک غذای اصیل شیرازی و اون چیزی نیست جز آش کوفته سبزی یا همون حالا کوفته سبزی. بریم برای درست کردنش. سلام به بینندگان محترم. امروز میخوام براتون کوفته سبزی شیرازی براتون درست بکنم که یکی از آش‌های بسیار خوشمزه و سنتی شیرازه. 1 کیلو سبزی دارم که سبزیم شامل تره، جعفری، ترخون و شوید هست. حالا ممکنه فصلی باشه که شما میخواید این کوفته سبزی رو درست بکنید ترخون نباشه، ولی میتونید از ترخون خشکم استفاده بکنید. خب اینجا من کشمش دارم برای وسط کوفته. البته آلو بخارا هم میتونید بذارید، من از هر دوتاش استفاده کردم. مغز گردو دارم به اضافه پیاز داغ، 1 پیمانه و نیم خورده یا نیم دانه محلی برنج من استفاده میکنم. 300 گرم گوشت لخمه لب باید باشه، یعنی فاقد چربی و پوست و پله. و 1 پیمانه و نیم هم نخود دارم که البته نخود و نیم دانه برنجم و من از 24 ساعت قبل خیساندم. ادویه‌هامون هم شامل فلفل سیاه، نمک، زردچوبه و فلفل قرمز هست. خب من اول گوشتم رو چرخ میکنم. خب گوشت به این صورت که در اومد، بازم مرحله بعد هست که بازم باید مجددا چرخ بشه. خب در مرحله اول من نخودم رو چرخ میکنم. در همین اندازه کافی. البته داخل دستگاه غذاسازم میتونید بریزید، داخل چرخ گوشت هم میتونید بریزید، منتها یا داخل چرخ گوشت میریزید به مقیاس کم بریزید که جلو پنجره گیر نکنه، چرخ دنده دستگاهتون آسیب بزنه. نخودمو چرخ کردم، حالا میرم سر وقت برنج. در این مرحله احتیاجی نیست که شما بخود برنجو خیلی خوردش بکنید که به صورت آرد در بیاد، به هم به صورت نیم دانه که در بیاد کافیه. خب من برنجمو چرخ کردم، نخودم چرخ کردم، سبزیم که از قبل خرد کرده بودم بهش اضافه میکنم. بعد که مخلوط کردم 1/3 کل این مواد رو برای آش برمیدارم، ما بقیشو برای کوفته. البته برای آشش احتیاج به گوشت نداره، فقط برای کوفتش باید گوشت بریزیم داخلش. حالا هرچی مقیاس گوشتتون بیشتر باشه خوشمزه تر میشه. خب من این رو مخلوط میکنم. تو همین مرحله هم ادویه‌مو بهش اضافه میکنم. این فلفل سیاه به اندازه 1 قاشق چای خوری، نمکم به میزان ذائقه خودتون. من 2 قاشق چای خوری استفاده میکنم. بازم اگر تو حین پختن دیدید کم هست میتونید اضافه کنید. 2 قاشق چای خوری هم من زردچوبه میریزم. قد 1 قاشق غذاخوری هم چای خوری هم فلفل قرمز اضافه میکنم. توی مرحله خوب اینا رو ورزشون میدم که کاملا بره به خوردش. خب من اینو مخلوطش کردم که به این صورت در اومد. حالا از این مخلوط شدهش 1/3 برمیدارم برای آش، 2/3 هم برمیدارم برای کوفته.
منتها تو اون 2/3 گوشتم رو اضافه میکنم و یک سری دیگه چرخش میکنم. خب من 1/3 از موادم رو ریختم داخل قابلمه. حالا آب بهش اضافه میکنم، میذارم رو اجاق تا شروع بکنه به قل خوردن. اینم همش میزنم. خب تا این شروع بکنه به جوش اومدن و قل خوردن، من میرم میپردازم برای کوفته درست کردن. خب این 2/3 باقی مونده یه موادم هست که به این گوشتم رو اضافه میکنم و یه بار دیگه همش میزنم تا خوب گوشته بره داخل موادمون. خب من اینو خوب مخلوطش کردم. اگر احساس کردید که رنگش کم هست میتونید یه مقدار زردچوبه اضافه تر بریزید تو به این صورت در بیاد. خب من یه مرحله دیگه گفتم این باید چرخ بشه که حسابی دستشون بره تو دست هم دیگه. البته ناگفته نمونه، اگر خیلی نرمش کردید کوفتتون سفت میشه. اگرم که نخود چرخش بکنید ممکنه تو پختن کوفته هاتون از هم باز بشه. اون مرحله اوله، این مرحله دومه. باید به این صورت در بیاد. خب این شد مرحله دوم، چرخ کردن اون که دیگه آماده هست برای گرفتن کوفته. خب حالا من یه مقدار از این کوفته رو برمیدارم. ببینید دوستان، من کوفته رو نه خیلی سایز بزرگ انتخاب میکنم نه خیلی کوچیک. اون دیگه بستگی به سلیقه خودتون که میتونید بزرگتر از این بگیرید یا کوچیک‌تر بگیرید. من نصف گردو میذارم، مقداری کشمش، مقداری هم پیازدار. اینو میپیچمش. کامل بپیچیدش که هیچ گونه درز چیزی نداشته باشه. سایز کوفته من به این اندازه شد که البته تو زمانی که آشم داره میپزه میریزم داخلش یه مقدار از مواد آشی من به این جذب میشه، یه مقدار کوفته رو بزرگتر میکنه. مجددا یک دیگه براتون درست میکنم. این دفعه میخوام براتون با آلو بخارا، به جای کشمش آلو بخارا میذارم داخلش. اینم پیازدار، یه هرچی محکم‌تر بهش فشار بیارید تا قشنگ تمام درزه هاش گرفته بشه. البته برای این مقیاس برنج و نخودی که من خدمتتون عرض کردم راحت میتونید 10 تا کوفته به این سایز درست کنید. حالا اگه کوفته کوچیک‌تر خواستید درست بکنید خب بیشتر میشه، اگر کوفته بزرگتر خواستید درست بکنید کمتر میشه. خب من کوفته ها رو درست میکنم، بعد 2 مرتبه آخر کار یه بار دیگه بازدیدش میکنم، میدم هر کدومش اگر درزی چیزی ازش باز مونده مجددا فشارش میدم و میبندمش. خب دوستان عزیز، این کوفته هایی که درست کردم به این صورت در اومد. حالا بریم برای مرحله پختن آشمون و مرحله بعدم که کوفته ها رو بندازم داخلش. خب تو این مرحله آشم به جوش اومد، مقداری روغن اضافه میکنم بهش، یه مقدارم پیاز داغ میریزم داخلش، اینو همش میزنم تا ته هم نگیره. خب دیگه الان کوفته ها رو من یه دونه میندازم داخلش.
کوفته ها رو به این صورت آروم اطرافش می‌ریزید که به هم برخورد نکنه. حالا چند دقیقه صبر میدیم تا این کوفته ها سبک بشه و رو آش ظاهر بشه. بعد شعله رو میکشیم پایین و سر میذاریم روش به صورت نیم کش تا آشمون جا بیفته. بعد جا افتادهش من نشونتون میدم. خب الان بعد از 2-3 دقیقه که زمان گذشته، من با آرومی با یه قاشقی یواش فشار میارم که این کوفته هایی که رفته ته قابلمه چسبیده از کف قابلمه جدا بشه. البته این کار باید با خیلی ملایمت انجام بدید که کوفته ها توی این مرحله باز نشه. کوفته ها که اومدن بالا دیگه میتونید شعله رو بکشید پایین و 2 ساعت زمان میبره تا این کوفته حسابی جا بیفته و مغز پخت بشه. خب اینم مرحله آخرمون که کوفتمون پخته شد. اینم براتون، اینم کوفتمون. خب اینم از نتیجه کار. امیدوارم که درست کنید و لذتشو ببرید. خدا نگهدار.